نظرمه درود بر شما از بلگراد صربستان در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان 2023 کشتی 1/4 فینال به برنده این دیدار به نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. دلاور کشورمون در وزن 67 کیلوگرم محمد رضا گرایی. ببینیم چه میکنه در مقابل کشتی از ژاپن. گرایی با دونده قرمز و کشتی ژاپن با دونده آبی دارن کشتی میگیرن. دلاور کشتی رو نگه می‌دارن و به هر دو کشتی تذکر میده که سرسینه رو بالا بیارن. کشتی آزاد اجازه ندارن زیاد کارت رو پایین بگیرن. کشتی ژاپنی چغرتر نشون میده رو به جلو. سعی میکنه دست دقیقه اول اخطار رو بگیره از کشتیگیر ما. کشتیگیر ما دستی که سعی میکنه بره برای اجرای فرو خودش. مرد یخی آروم و آهسته کشتی میگیره. رسا تعادلش به هم خورد. به خاطر حوصله زیادش تو کشتی اتحادیه جهانی کشتی لقب مرد یخی آیسمن رو بهش داده. یه رسته سرگردان گرفت تو کشتی ژاپن. کشتی ژاپن چقدر رو بد بدن نشون میده. یه رسته نشست برای کمرگیری. تو این شرایط معمولا سر زیر بغل میزنه و میره برای کمرگیری. یک بار کمرگیری میکنه رو به جلوی مراقب باشه. یه رساله چک پیش بندازه ولی خودش خاک شد. داور سرپا میده. امتیازی رد دادن نمیشه. موجه فن بود گرایی. یک پای سرشا دستم به کار میکنن رو به جلو. داور میخواد که به کشتیگیر ما درخواست کمکاری برای دونده ما و حالا باید در خاک کشتیگیر ژاپن بشینه. چه کشتی 1-0 میتونه به سود کشتیگیر ژاپن. کشتیگیر ژاپن گلدور نشون میده. امیدوارم که در حال پشت محکم بشینه. کشتیگیر ژاپن در مقابل قهرمان جهان المپیک تا به اینجای کار خوب کشتی گرفته. بالا سعی می‌کنه جمع کنه برای بارانداز. یعنی برمیگرده پایین. کشتی ما هم کاملا بدنشو برمیگرده سمتی که کشتی ژاپنی نتونه بند خوش اجرا کنه. خوب داره جابجا میشه. کشتی ژاپن هم بالکل نیست. اصلا کاملا بلاک کرد. میخواد بره برای بارانداز. دوباره میاد بیفکید. نشان زیادی میاره باراندازش رو میزنه. از اولش رو میزنه و رها هم نکرده. میره برای دومی رو هم میزنه. یه رسول رو پل داره میبره کشتیگیر ما رو. باید خودش رو رها کنه. رضا گرایی برمیگرد. ما این فیتور داره جمع میکنه. 7-0. اگر یک امتیاز دیگه بده کار تمومه. داور دیگه باید سرپا بده. زمان زیادی داد به کشتیگیر ژاپن. حالا دو کشتیگیر تو سرشاخ ادامه میدن. ثانیه‌های پیش متأسفانه پویا دادمرز کشتیش رو واگذار کرد. تا به اینجا کار هم رضا گرایی کشتی خوبی به نمایش نگذاشته از خودش. توقع بیشتری داشته از رضا گرایی. 7-0 حالا عقب میفته. بارها شده برگشته به کشتی و حریف رو شکست داده. خب رضا گرایی حالا خسته نشون میده. امیدواریم که 3 دقیقه دوم بهتون از این کشتیگیر چغر و بدبدن ژاپنی خاک بگیره و تو خاک بره برای اجرای فرو خودش. توصیه لازم رو میدم به شاگردشون حسن رعینز و مجید رمضانی. ببینیم چه تاکتیکی در نظر میگم. مثل دقیقه دوم رضا گرایی یه جوری خسته نشون میده و این سمت هم کشتی ژاپنی ابراهیم سرحال میاد روی تو شهر. ما سعید اسماعیلی رو هم تو این وضع داریم. واقعا میتونه کشتی‌های زیبای به نمایش بگذاره. ببینیم رضا گرایی قهرمان جهان و المپیک چه میکنه در مقابل کشتیگیر ژاپنی. بریم به 3 دقیقه دوم از 67 کیلوگرم. کشتیگیر ما حالا یه رسمی میشه کمرگیری. یه دوتایی میگیره. ما یک کلیپ انداز رو جمع جور کرده. حالا رها میکنه کشتیگیر ژاپن. عرض کردم میتونه به کشتی برگرده. انتظار زیاد از رضا گرایی قهرمان جهان المپیک. میکنه هنوز نتونسته به تابونه. حالا ببینیم سالتای زیبای خودش رو به اجرا میذاره یا نه. بله که سالتای زیبای خودش رو به اجرا میذاره. رها نکرده. میخواد کار رو تموم کنه. یه پری برمیگرده حالت کند فرنگی. شگرد داره این فن رو. یه پری لیفت میکنه یا نه. کشتی ژاپنی حالا
رو میکنه. کشتی ژاپنی حالا این لحظه رو کرد، باید مراقب بشه. یک امتیاز میگیره. کشتی ژاپنی هم دست و پا بسته نی، بارانداز رو میزنه، خیلی راحت بارانداز میخوره، میره برای بعدی. نباید دیگه بارانداز بخوره. بارانداز بعدی رو هم میزنه، خیلی راحت بارانداز میخوره متاسفانه. 15-6 کشتی تموم میشه. درخواست چالش میکنیم ببینیم نظر هیئت جوری چی هستش بعد از بازبینی فیلم. کاملا بریده رضاگرایی. نمیدونم، هنوز 2 دقیقه از کشتی زمان داریم. نباید یه قهرمان جهان با المپیک، نمیدونم واقعا چی بگم. فکر میکنم آروم آروم باید سعید اسماعیلی رو جایگزینه یکی از بچه‌ها بکنیم. البته باید منتظر باشیم ببینیم تو مسابقات قهرمانی آسیا سعید اسماعیلی چه میکنه. تا به حال که هر جا رفته طلا گرفته، قهرمان‌های بزرگ دنیا رو شکست داده، میتونه یکی از عجوبه‌های آینده کشتی ما باشه. عزیزانی که به تازگی به جمع پیوستین لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر کشتی‌های بعدی عزیزانمون باشید. پیج اینستاگرام حسین از MMA، اونجا هم میتونید آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به کشتی عزیزانمون رو پیگیری کنید. فریادهای حسن رنگرز که اشاره میکنه که خطا انجام داده. میگه که بله دست به روی رون پا اومده. ببینیم امیدواریم که هیئت جوری هم عقیده باشه با ما سرمربی تیم ملی کشورمون و همچنان منتظریم تا نظر هیئت جوری رو ببینیم مثلا بازبینی فیلم. خب ببینیم با 2 تا 4 تا خب فکر میکنم که خطر از بیخ کشتیگیر ما گذشت. یه 2 تای دیگه دارم فکر کنم به گرایی. باید امتیازهای ژاپن هم برگرده. ببینیم چه امتیازی به روی تابلو ثبت خواهد شد. یه 2 تا هم باید بدم به کشتیگیر ما. 6 7 اگر 2 تای خطا رو بدن 8 7 میشه. اگر خطا کرده 2 تا رو باید بدم به کشتیگیر ما. خب خطا رو پایپ میکنه از حالا ثبت میشه. اجازه بدیم ببینیم. بله 2 امتیاز خطا هم ثبت میشه. حالا نه چه کنه 6 بر 7 میشه. سالن حالا دوباره به وجد میاد. امیدواریم دیگه گیر نکنه برای خاک. تو خاک خیلی راحت بارانداز میده رضا گرایی. کشتیگیر چهره رو بدبدن و پرقدرت نشون میده کشتیگیر ژاپنی. چه کشتی 8 بر 7. ببینیم در خاک. امیدواریم کار رو تموم کنه، نذاره بریم سرپا. کشتیگیر چغری. امیدواریم دوباره 1-2 تا سالتو به این کشتیگیر بزنه و کار رو تموم کنه. خب منتظریم تا داور مسئول آغاز کشتی رو بده. خب حالا باید کشتی ژاپن در خاک دلاور کشورمون قرار بگیره. بندی نیدار به نیمه نهایی. نباید دیگه اشتباه کشتی اولش رو انجام بده. منتظر سوت داور باشه. کشتی اولی خاک رو از دست داد. کشتی ژاپنی حالا خوب داره جابجا میشه.
شگفت داره لیفت رو. ببینیم میتونه لیفت کنه یا نه. چپ راست یه لحظه میره برای برانداز. باید امتیاز بگیره. حالا سعی میکنه لیفت کنه. کشتی ژاپنی چقدر بدن و چغره. باید مراقب بدنکاری کشتی ژاپن هم باشه. میتابونه و گولش میزنه. یه لحظه نشون داد میخواد لیفت کنه ولی خب رفت برای بارانداز. باز هم اعتقاد داره که بارو قاطی کرده رضا گرایی. این سریع بلند شه بیاد و نشون نده که خسته است. حریف استفاده میکنه این موقعیت و حملاتش رو بیشتر میکنه. یک باید سرشاه باید مراقب باشه. کشتیگیر زهرداری نشون داد. 2 دقیقه زمان داره. نباید هم زیاد به عقب بکشه که بهش اخطار بدن. تو خواهد خوب داره کار میکنه کشتیگیر ژاپنی. نباید زیاد عقب بره. کاملا داره به عقب میکشه. رضا گرایی باید دور بزنه. خسته نشون میده کشتیگیر ما. آرمارم کشتیگیر ما رو به راحتی از توشک خارج میکنه. کشتیگیر ژاپنی یک امتیاز فراسفن هم میخوام بدم. بله درستم از تو به عقب رفت رضا گرایی. 10-9 ولی اگر همینطور ادامه بده کشتی رو واگذار خواهد کرد. نباید عقب بکشه. خسته نشون میده رضا گرایی. باید بجنگه. ما نیاز داریم به این دوتا وعد. یه وضعمون که امروز هست شد. ما به پیروزی علیزاده و گرایی نیاز داریم که قهرمان جهان بشه تیم ما.